وقتی برگشتن عیسی مردم زیادی که او را انتظار بودند به پیشوازش برآمدند. همان وقت یائیر نام مردی که سردار جماعت خانه بود نزد عیسی آمده خود را به پیش پایهایش پرتافت و از او التماس کرد که به خانه وی بیاید، زیرا دختر یگانه اش که تقریباً 12 ساله بود در بستر مرگ می خوابید. عیسی همراه یائیر می رفت و مردم بسیاری از هر طرف به او فشار می آوردند. در آنجا زنی بود که 12 سال باز کسلی خونروی داشت. وی تمام بایگریش را به طبیبان صرف کرد، ولی هیچ کس او را شفا داده نتوانست. آن زن از قفا به عیسی نزدیک شد و به دامن جامه او دست رساند و همان زمان خونرویش باز ماند. عیسی پرسید: به من کی دست رساند؟ وقتی که همه انکار کردند، پتروس با او گفت: استاد، آدمان بسیار در گردت جمع آمدند و از هر طرف فشار می آورند. اما عیسی گفت: کسی به من دست رساند، زیرا من حس کردم که قوه از من بیرون رفت. وقتی آن زن دید که دیگر پنهان مانده نمی تواند، ترسان و لرزان آمده پیش پای عیسی افتید و در حضور همه مردم با او اقرار شد که چرا با او دست رساند و چطور زود شفا یافت. عیسی با او گفت: ای دخترم، تو را ایمانت شفا داد. رو و در امان باش. هنوز که او گپ میزد، یک نفر از خانه یائیر خبر آورده گفت: دخترت مرد، دیگر استاد را زحمت نده. ولی عیسی این را شنیده گفت: نترس، فقط ایمان داشته باش و او شفا می‌یابد. وقتی که عیسی به خانه یائیر آمد، بغیر از پتروس، یوحنا، یعقوب و پدر و مادر آن دختر به کسی دیگر اجازت نداد که با او به خانه درآیند. همه برای آن دختر گریه و ناله می کردند، ولی عیسی گفت: دیگر گریه نکنید، او نمرده است، فقط خوابیده است. آدمان به گپ عیسی خندیدند، زیرا انیق می دانستند که دختر مرده است. اما عیسی دست او را گرفته گفت: ای دختر، برخیز. وی زنده شد و زود از جایش برخیست. عیسی فرمود که به دختر خوراک دهند. پدر و مادر وی در حیرت ماندند. عیسی باشد با آنها فرمود که این واقعه را به کسی نگویند.